امروز خواستم اطراف یک مسائل کمتر صحبت کنم. حرفهای ما بسیارتر دخل داره به دختر و زنهایی که اویله‌دار هستند. اگرچه ما لایق نصیحت کردن نداره، ولی این نصیحت نیست، این یک حقیقت روز است، یک مسائل روز است. زنهای امروزه ما یک چیز آموختند که وقتی که در کنار شوهرت به احترامی دیدی، قدر خودت دار و زندگیت نقب. وقتی که شوهرت پدرکد نکرد، زندگیت نقب. وقتی که شوهرت مهربانی و دوستداری نکرد، زندگیت نقب. برای چی آدمای پیش نه پدرک کردن بود، نه رستوران رفتن بود، نه خارج رفتن بود، نه مثلا محبت دادن، این چیزا نبود، ولی خیلی زندگی هاشون نمی داشتن، خیلی زندگی هاشون نمی قبیدن و خیلی زندگی هاشون دوست می داشتن. از این رو در اون سالها خانه ویرانی ها خیلی کم بود. و زنای امروزه ما را چی فکرشون عوض کرد؟ اینستاگرام و تیک تاک و همین سایت ها بیشتر در این جاها میشینن و پسیخولوگا را گوش میکنن. پسیخولوگ و بلوگر مثلا فرق نداره. در اصل پسیخولوگایی که روسن و دیگر ملتن. و یک گپ میگم، تربیه اونو، محیط اونو، فهمیش اونو از ما فرق میکند. ما در دایره اسلام تربیه یافتگیم، اونا باشد در دایره آزادی تربیه یافتگان. اگر اونا 10 کس قطعی اولاد شوند، برای اونا این چیز نرمال نیست. لیکن در مثلا محیطی که ما تربیه می‌یابیم، در اون جایی که ما را تعلیم میتن، باید زندگی تا به هر قیمتی که نباشد باید بقپی و زندگی کنی و تلاش کنی. اینکه یک مرد پدر کد نکد، اینکه یک مرد تر رستوران نبرد، اینکه یک مرد کرته قیمت نخرید و تو باید قدر خود بدونی و زندگی تا با پرتوی برای مرد با مرد گشتن، این از روی هوس نیست. شما باموزین که یک مناسبت چیه و یک زندگی چی. شاید در مناسبت در خیلی جایها قدری خطا باید دانست، چون مردی که مثلا هنوز تو را نگرفته و میتونه که دوست نداره به احترامیت کنه، قبوله که در اینجا قدری خطا بدون و در اینجا خودت انتخاب کن. ولی وقتی که زندگی کردی، هر یک انتخاب در هر یک راهی که نباشد، یگانه انتخاب فقط شوهرت و زندگیت است. زندگی تا انتخاب کن، شوهر تا انتخاب کن. جدا شدن، در بدر گشتن، کوچه به کوچه گشتن، خارج به خارج گشتن، خدا مثلا در اینترنت نشان دادن، این چیزا از روی هوس نیست. خواهر خوب من، این چیزا از روی هوس نیست. زندگی تا وقتی که داشتی و در کنار یک مرد وقتی که خوبی نشان دادی، یک روز نه یک روز به قدر این چیزا میرسه. برای همین هیچ وقت در کنار یک شوهر شما فکر نکنید که انتخاب دارین. یگانه و آخرین انتخاب شما همون شوهر شماست، همون زندگی شما.